سلام به ویدیو دوم سریلانکا، خیلی خوش اومدین. امروز قسمت یعنی از روز دوم سفر به بعد رو میخوام بهتون نشون بدم. بهتون تا اینجا گفتم که توی ویدیو قبلی چه جاهایی رفتم، روز اول کجاها بودیم و امروز روز بازدید از کارخونه چای. همونطور که خودتونم میدونین چای سیلانی یه چای خیلی مرغوب هست که توی ایران به شدت فراوون گیر میاد. حالا غیر از این که توی شمال ایران خودش کاشت میشه، یه مقداریش هم از واردات از سریلانکا یا کشورهای دیگه هست که واقعا چایشون رو من خیلی دوست دارم. توی کارخونه چای روز دوم وقتی رسیدیم اونجا به من یه چیز دادن، یه چیزی شبیه دامن، یه پارچه که دور از کمر به پایین بسته میشد، یه روسری که موها رو میبستن و یه سبد بهم دادن که روی کولت باید مینداختی و چایایی که چیدی رو میریختی داخل سبد. اینجوری بود که حالا بهمون توضیح دادن که اگه در طول روز اون کارگرایی که میان برای چیدن چای بیشتر از 20 کیلو بچینن، یه چیزی اضافه بر حقوقشون بهشون داده میشه. چایی‌ها نسبت به اون ساعتی که چیده میشن خیلی کیفیت و قیمتشون و حتی چه نوع چایی بودنشون متفاوته، چون همش از همین چایی درختچه بوته چایی در واقع درست میشه. ولی ما اصلا نمیدونستم، ولی چای سفید هست، چای سیاه، چای قرمز و حالا یه سری یعنی تقریبا فکر میکنم 10-12 تا نوع چای اونجا روی میز بود که هر کدومش طبق ساعتی که چیده میشه فراوریش و حالا به دست آوردن اون چای نهایی متفاوت بود. چایی که معمولا توی سپیده صبح قبل از طلوع آفتاب چیده میشد چای سفید بود که گرونترین و مرغوب ترینش بود. یه مقداری ما چای چیدیم و یه لیدر بود که بهمون توضیح میداد که چی کار باید بکنیم. مسلما یه عالم عکس گرفتیم و بعدش ما رو توی کارخونه بردن از فرایند چیدنش تا زمانی که کاملا چای خشک میشه، خورد میشه و به دست و برای بسته‌بندی میره و بعدم توی بازار ارائه میشه توضیح داده شد. انواع چیزای چایی، طعم‌ها و فراوری‌های مختلف چایی رو بهمون نشون دادن و بعد توی فروشگاهشون انواع چای بود که میتونستی اونجا تهیه بکنی. دو نوع چایی که خیلی من دوست داشتم، یه دونه از این چایای کوچولو گرفتم که یه تقریبا 7-8 تاشو گرفتم برای سوغاتی در واقع، که این طعم اوشن ویو هست که حالا فکر میکنم خودم تستش نکردم ولی فکر میکنم چای خوبی باشه. یه طعم شکلات گرفتم که اونم برای خودم گرفتم ولی هنوز تستش نکردم. این هم چای آناناس هست، چای با طعم آناناس که یه بوی خوبی داره، ولی خب من طعمش طعم همون چاییه که دیگه حالا من یه مقداری هل و چیزای دیگه هم بهش اضافه میکنم، خیلی خوشمزه میشه. بعد از کارخونه چایی به یه شهر دیگه رفتیم و یعنی من هر یک روزی توی یه هتل بودم. روز دوم به هتل دومی رفتم. شهر دومی که من رفتم نورلیا بود. نورلیا به شدت سرد بود، یعنی با وجود اینکه تابستون بود، دما تقریبا همه جای حالا جاهای دیگه بیشتر از 30 درجه است، توی نورلیا دما بین 13 14 تا 17 درجه بود. توی هتل اصلا وسیله سرمایشی نبود، حالا AC، کولر یا هیچ وسیله سرمایشی نبود و فقط وسیله گرمایشی داشتن. این یه ویو خیلی زیبا از هتله که از پنجره هتل کوها و سرسبزی ها رو میتونیم ببینین و روی سقف هتل، چون خودشونم دیگه در واقع میدونستن که انقدر
اینجا زیباست. از روی سقف یه فضا رو مشخص کرده بودن که میتونستی کل شهر نورلیا رو ببینی. پیام بازرگانیه بچه. بعد از اینکه اون قسمت رو دیدم، تقریبا عصر بود که به نورلیا رسیدیم، باز دوباره از هتل زدم بیرون و یه گشتی توی شهر زدم، یه بازارچه محلی رفتم، یه چند تا مگنت گرفتم و طبق معمول معبداشون رو دیدم. شهر دقیقا همه لباس گرم پوشیده بودن و تنها کسی که لباس گرم نپوشیده من با یه تیشرت رفته بودم بیرون. شهر یه فضای خیلی جالب، همون هندی طور داره، سریلانکایی طور داره، ولی ساختمونا خیلی اروپایی و سوئیسی شکله. یعنی خونه هایی با سقفای اینجوری برای برف و حالا طبق ویدیویی که گذاشتم همه چیز خیلی خوشگل بود. سقفای رنگی رنگی و هوا ابری و بسیار خنک و فرداش یه مقداری بارون اومد. یه مقداری توی شهر چرخیدم و بعد برگشتم هتل و با این صحنه مواجه شدم که یه گروه دنسر سریلانکایی بودن که فکر میکنم برای افتتاحیه اون کلابی که پشت سرشون هست داشتن میرقصیدن و بعد وارد همین کلاب شدن. خوابیدم و فردا صبحش باز دوباره نزدیک های تقریبا ظهر 10 و 11 صبح بود فکر میکنم، از اینجا چک اوت کردم به سمت مسیر بعدی. توی مسیر یه کارخونه تولید شیر، یه میلک فکتوری وجود داشت که رفتیم از اونجا بازدید کردیم. ببین مسیر اونقدر زیبا بود. توی این مسیر تا زمانی که برسیم به این میلک فکتوری اصلا همش احساس کردم توی فیلماییم، همش احساس میکردم که چقدر، یعنی همش فیلم جمونگ یادم میومد که یه دشتای سرسبز با یه بوته‌های بلند باد میوزید و اصلا همه چیز خیلی شبیه تو فیلم ها بود. رودخونه هایی که همه جا بود، آبشارهایی که همه جا بود، یه نم بارون که زمین رو خیس کرده بود و خیابون خیس بود، نه اون شدتی که نذاره کسی توی خیابون باشه و راه بره، ولی باز خیلی زیبا بود، میشد بیرون رفت و میگم مثلا خیلی فضای بی‌نظیری داشت. خب کارخونه شیر رو داشتیم که یه عالمه گاو اونجا بود که همه ماماکنان در حال خوردن علوفه بودن و یه تعدادشون توی فضای آزادی که مربوط به همون چیز میشد داشتن میچرخیدن، مربوط به همون کارخونه شیر بود میچرخیدن و یه قسمت درست کرده بودن که توی ویدیو هست، داشتن یعنی یه قسمت رو چیز کرده بودن برای فیلم برداری و عکس برداری، شبیه قاب بود که مسلما یه عالم عکس اونجا گرفتم. غیر از این گاو بز هم داشتن که از بزا هم شیر میگرفتن و شیر بز هم تولید میشد. یه قسمت دیگهش خرگوش بود که خیلی برام جالب بود که خرگوش اینجا چیکار میکنه، که روی تابلو نوشته شده بود که هم برای گوشتشون ازشون استفاده میشه، همین که به عنوان پت میفروشن اینا رو. و خیلی به شدت بسیار زیبا بود. خیلی من دوست داشتم که قطار سوار بشم. یه عالمه فیلم و عکس دیده بودم از
سریلانکا که همه قطار سوار شده بودن، ولی متاسفانه چون من راننده شخصی گرفته بودم اینجوری بود که نیاز نبود من با قطار و از این شهر به شهر دیگه جابجا بشم. از قبلش هم باز یه چند روز قبل، شاید یک هفته قبلش، به تراول ایجنسی و اون راننده گفتم که من میخوام قطار رو سوار بشم، ولی متاسفانه گفتن بلیط‌ها تقریبا از 2 ماه قبل رزرو شده و اصلا بلیط گیرمون نمیاد. میخواستیم از بازار سیاه بگیریم و بازم گیرمون نیومد. ولی خب با این حال رفتیم توی ایستگاه قطار، منتظر موندیم و قطار نیومد و بهش گفتم که من اصلا تا این قطار رو نبینم اصلا نمیتونم از اینجا برم. یکی از جاذبه‌های بسیار دیدنی سریلانکا همین قطاری هست که تو همه شهراش هست، ولی معروف ترینش توی شهر الا هست و پل ناین آرچ. این پل ناین آرچ هست بعد از اینکه به شهر الا رسیدیم که یه منظره فوق‌العاده داشت. مسلما کافه ها و رستوران های زیادی اونجا بود که میشد نشست، منتظر قطار موند و از فضا لذت برد. یه عالمه عکس و فیلم و خلاصه منتظر نشستیم تا زمانی که قطار بیاد. طبق چیزی که می‌بینین غیر از ما یه عالمه آدم دیگه هم اونجا منتظر مونده بودن که یه آقایی بود از بریتانیا اومده بودن و میگفت که تا حالا توی عمرم این همه ساعت منتظر دیدن یه قطار نموندم. خیلی جالب بود و خلاصه من اونجا موندم و قطار رو دیدم. بعد از رفتن قطار اون الا رو، شهر الا رو به سمت ساوت بیچ ترک کردیم. خب توی مسیر به شب خوردیم، تقریبا شب شده بود. یه مقدار بارون اومد، بارون شدید، از اون بارونای خیلی شدید که اصلا نگم براتون. رسیدیم به شهر رسیدیم به ساوت بیچ. ساوت بیچ یه ریزورت گرفته بودم که برای 2 روز گرفته بودم، ولی خب روز دوم نصف شب من مجبور بودم چک اوت کنم و سه‌شنبه صبح خودمو برسونم به فرودگاه که بامداد سه‌شنبه که بتونم برگردم. این ریزورت واقعا زیبا بود، ولی یه مشکلی که داشت یه عالمه چهره، حالا نمیدونم خدایانشون هست یا چی، چهره‌های وحشتناک، صورت‌های قلمبه با چشم‌های ورقلمبیده. حالا عکسشو براتون میذارم. توی هتل بود که یعنی مسلما من اگه شب از در اتاقم میرفتم بیرون و اینا رو میدیدم دیگه نمیتونستم بخوابم. کنار ساحل یه عالمه عکس گرفتم و فرداش بعد از اینکه شب اونجا استراحت کردیم، فرداش رفتیم که یه سری تفریحات آبی داشته باشیم و بعد از تفریحات آبی برگردیم. مسلما ساحل جنوبی در واقع اسم این شهر بود و برای فعالیت‌های آبی ما رفته بودیم اونجا. توی مسیر قبل از اینکه به ساحل برسیم، به ساحل اون قسمت اکتیویتی ها برسیم، چیز امتحان کردیم، کینگ کوکونات امتحان کردیم، در واقع پادشاه نارگیل ها. یه خانومی اونجا بود که خیلی با مهارت خاصی این نارگیلا رو از سر چیز میکن، اینجوری برششون میزد و یه نی میذاشت داخلش رو بهت میداد. واقعا یه طعم بی‌نظیر داشت. من اون نارگیل سبزا رو اینجا امتحان کرده بودم، قبلا خورده بودم، ولی این یکی به نظرم یه طعم کاملا متفاوت و خیلی خوشمزه تر داشت. بعد از اینکه آب نارگیل تموم شد بهم گفت که بهم بده اینو برات بشکافم و داخلش هم باید بخوره که خیلی مقوی و خوشمزه است. شکافت اونو و یه تیکه از پوست همونو مثل قاشق برام جدا کرد و با قاشق من به
آقای گفتم که لطفا برام داخلش رو میشه بکنی و داخلش رو برام کن و واقعا خوشمزه بود. در واقع همین نارگیله، ولی هنوز به اون نرسیده، به اون مرحله پایانیش نرسیده. قسمت بعدی مادو ریور بود که مادو ریور میشه رودخانه مادو. تقریبا 60 تا، بیشتر از 60 تا جزیره کوچولو کوچولو توی این رودخانه بود. رودخانه خیلی بزرگه و پهناور، بسیار زیبا، خنک و تقریبا 60 تا جزیره کوچولو کوچولو داخلش هست که توی چند تا از جزیره ها مردم زندگی میکنن وسط رودخانه. خیلی جالب بود که حالا توی این ویدیو میبینیم که چیزای زیادی داشت. یکی از جزیره ها خالی از سکنه بود ولی معبد داخلش بود، معبد با یه عالمه خدایانشون که بودا و حالا خدایان دیگه که مجسمه هاشون بود و یه سری توضیحات هم دادن که حالا داشتن میدادن و من اون موقع داشتم فیلم میگرفتم، درست متوجه این توضیحات نشدم. و باز دوباره یه کاهن اونجا بود که همونجا میچرخید و همه باید پا برهنه میرفتن داخل. جالب بود که همه دمپایشون رو در آورده بودن، گذاشته بودن یه گوشه و همه پا برهنه میرفتن داخل. هی جزیره به جزیره ما رو میبردن و هر کدوم از جزیره ها یه جاذبه دیدنی خاص خودش رو داشت. یکی از جزیره ها اینجوری بود که درخت سینمون تری، درخت دارچین داشت و توی اون قسمت بهمون نشون دادن که چجوری این دارچین فراوری میشه و به مرحله دارچینی که ما استفاده میکنیم پودرش و یا چوب دارچین میرسه. پوست اولیه رو میکندن، زیرش یه لایه دیگه پوست بود که قشای دیگه داشت که اونو یواش یواش همینجوری که توی تصویر داریم میبینین این خانومه جدا میکرد و تقریبا 7 روز اینو میذاشت توی سایه که خشک بشه که نور آفتاب بهش نرسه و بعد از 7 روز یه بو و طعم و چیز متفاوتی از این چوب دارچین به دست می اومد. یه چای دارچین هم به ما دادن که بسیار مطبوع و خوشمزه بود. قسمت بعدی این دریاچه حوضچه در واقع پدیکور با ماهی بود. خب من خیلی قلقلکم میاد، دوست ندارم. بقیه هم رفتن امتحان بکنن که حالا این آقایی که نتونست پاشو بذاره تو آب و کلا کسی امتحان نکرد. گروه قبلی ما امتحان کرده بودن، نشسته بودن پاشون رو گذاشته بودن و یه پدیکور حسابی گرفتن با این ماهیا. و این جزیره ها اینجوری بود که یه سریاشون یه سری حیوانای خاص و پرنده های خاص توشون زندگی میکرد که این یه دونه رو حالا اگه کامل مشخص باشه یه چیزی شبیه تمساح یا مارمولک یا اینایی که آفتاب پرست بهشون میگن که رنگاشون تغییر میکنه، همچین چیزی اونجا بود که به زبون محلی اسمی داشت که من واقعا متوجه نشدم. بعد از رودخونه مادو ما دوباره برگشتیم به اون هتل، به خاطر اینکه قرار بود 2 تا جای دیگه هم بریم. یه دونه چیز لاک پشتا بود، پارک لاک پشتا، و یه دونه هم تفریحات آبی. ولی به خاطر اینکه من رفتیم اونجا، رفتیم ساحلی که تفریحات آبی انجام میدادم، ولی خب همش جت اسکی بود و بانانا بوت بود و چیزای این شکلی که من همه رو اینجا امتحان کرده بودم و خب حالا خیلی هم اشتیاق به امتحان کردنش به صورت تنهایی نداشتم. پس دیگه اینو کنسل کردم و به راننده گفتم منو برسون هتل. برگشتم هتل، از یه غروب زیبا با یه قهوه لذت بردم. شب یه اسپا رفتم و آماده شدم. ساعت تقریبا 11:30 از هتل چک اوت کردم به سمت فرودگاه و دیگه حالا تقریبا ساعت 4 صبح پروازم بود. 12:01 به کلمبو رسیدم و از کلمبو رفتم فرودگاه و از اونجا برگشتم. به نظرم سریلانکا، دوست داشتم یه جوری بهتون توضیح بدم که تجربه خودم رو بهتون نشون بدم. خب مسلما چیزای
تجربه فراموش نشدنی بود برای من. چیزایی بود که شاید کمتر کسی در موردشون حرف میزنه، تجربه خودشو واقعا بگه. خاطر اینکه هرچی ویدیو من توی یوتیوب میدیدم همه اینجوری بود که مساحت سریلانکا انقدر اینجوریه. اینم که یادم رفت بهتون بگم، واحد پولشون روپیه هست که هر 1 ریال که تقریبا 500,000 تومنه، هر 500,000 تومنی 1000 روپیه بود، همچین چیزی، تقریبا 1100 روپیه. حالا در مورد واحد پولیشون، در مورد غذاهاشون و هزینه سفر توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم. امیدوارم دوست داشته باشین این ویدیو رو. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ. بابای بابای کن ماما.